بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، ما یک چند ماه پیش سلسله برنامه باغ نکوکاران را آغاز کرده بودیم و الحمدلله تقریبا 12 برنامه ثبت کرده در شبکه نشر کرده بودیم و انشاءالله این سلسله برنامه را ادامه میدهیم. و امروز موضوع هوسمند کنی است. امروزها حالت اکثریت چنین شده است که برای انجام دادن یک کار، یک عمل، یک هوسمند کنی میخواهند، یک چیزی میخواهند که آنها را به اجرا کردن آن عمل ترغیب نماید. و الله که نفسانیت انسان را خوب میداند، آگاه است، 1400 سال قبل برای ما و شما در سوره آل عمران چنین فرموده است: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ای بندگان من، شما به سوی مغفرت الله و به سوی جنتی که پهنایی آن به مانند زمین و آسمان ها است شتاب کنید، بشتابید. آنهایی که ترغیب را از هر چیزهای دنیوی جستجو میکنید، با گفته با زبان روسی موتیواسیا جستجو میکنید، از یک مرد تاجر یا یک مدل آخران ماشین را دیده برای خود هوسمند کنی یا برای خود یک انگیزه پیدا میکنید، ببینید خداوند چی گفته ایستاده است. شتاب کنید به سوی مغفرت الله و جنتی که الله درازیش را نمیگوید، درازیش را تنها او میداند. پهناییش را گفته ایستاده است که از زمین و آسمان ها پهناتر و وسیعتر است. این بری جنت اگر چنین باشد، طول جنت چقدر باشد؟ و این جنت برای کی آماده شده است؟ اعدت للمتقین، برای پرهیزگاران، برای اهل تقوا آماده کرده شده است. در آیت دیگر الله میگوید فلذلک فلیتنافس المتنافسون. وصفهای جنت را ذکر میکند و میگوید انا برای این مسابقه کننده ها، سبقت کننده ها مسابقه کنند. امروزها ما برای به دست آوردن یک قمار یا یک مبلغی که قماربازان پیشکش میکنند چقدر مسابقه و سبقت میکنیم. برای این الله میگوید مسابقت کنید، برای انجام دادن عملهای خیر که این روزها به شمار است. آیا ما امروز زنده هستیم، پگاه زنده هستیم یا نیستیم؟ الله میداند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین حدیثی که امام نووی آورده اند ببینید چی میگویند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما با عملهای صالح، با عملهای خیر شتاب کنید پیش از آنه که یک مانعه بیاید و از همون کار خیر، از اجرا کردن کار خیر شما را منع کند. به مانند چی یا رسول الله؟ به مانند فتنه هایی که انسان را به یک تاریکی، به یک چیز مبهم برده میرساند. امروز ببینید چقدر فتنه ها زیاد است، مردم حتی حق و باطل را گاه جدا کرده نمیتوانند. در دوام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. همین قدر فتنه زیاد میشود که میگویند یک مرد سحری مؤمن بود، بیگاهی الکی کافر میشود، نعوذ بالله. و ما با چشم سر دیده ایستادیم که چقدر انسان ها امروزها در یک لحظه کافر شده ایستادند، دینش را میفروشند. او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یا اینکه بیگاهی مؤمن و مسلمان بود، سحری میبینی که کافر شده است. پیشتر شبانه برای آرامی بود، انسان عادتا در شب خواب میکند. اما امروزها تطبیق این حدیث را دیده ایستادیم که مردم با سبب اینترنت، با سبب تلفن، با سبب تلویزیون شبهای هم خواب نمیکنند. شبها فتنه ها برای مردم پیشکش کرده میشود. شب و روز فتنه در اوج است. یبیع دینه بعرض من الدنیا، دینش را
با یک متاع دنیا میفروشد میگویند رسول الله صلی الله علیه وسلم. و امروزها بسیار نفرهایی را دیدیم که الله پناه دهد با یک کمترین مال و ملک دنیا دینشان را فروخته ایستاده‌اند. فتواهای صادر میکنند که نعوذ بالله انسان را از دین خارج میکنند. از الله نمیترسند، نترسیده چنان فتوا میدهند که انسان را از دین خارج میکنند. الله پناه دهد. و ببینید خودی رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر به کار خیر شتاب میکردند. در حدیث دوم که عقبه ابن الحارث رضی الله عنه، صحابه‌ای که از مکه مکرمه به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند روایت میکنند که میگویند روز همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه نماز عصر را در قفای رسول الله صلی الله علیه و سلم بخواندند و بعد از سلام دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان شتاب کنان از بین صفها گذشته رفتند که تمام اهل مسجد به دهشت افتادند. زیرا اینکه وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک کار سخت شتاب میکنند، صحابه ها میفهمند که یک کار خطرناک یا یک چیز امر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن سخت شتاب کرده ایستادند. و بعد از آنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانهشان شتاب میکنند و برگشته میآیند، میبینند که صحابه ها بسیار سخت در حالت حیرت هستند و تعجب کردند. میگویند من به یادم آمد در خانه کمتر از تیلاباری گذاشته بودم، همون به یادم آمد و شتابانه رفته به تقسیم کردن آن امر کردم. یا در روایت دیگر خودی رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را گرفته تقسیم کردند و حتی بعد از نماز بعد از سلام یک لحظه نایستاده پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به یادشان آمد چیکار کردند؟ شتابانه به خانهشان رفته آن را تقسیم کردند. و چنانه که در حدیث آمده است فکرهت ان یحبسنی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پس بعد دیدم که آن چیز، آن صدقه، آن مال صدقه مرا از دیگر کارهای خیر حبس کند، منع کند. و ببینید که صحابه ها چگونه شتاب میکردند با کار خیر. حدیث سیوم که از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه، صحابه‌ای که انصاری از مدینه منوره از ایام جوانی به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، میگویند روز جنگ احد مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و پرسید که یا رسول الله ارایت لو قتلت فاین انا، یا رسول الله اگر من در این جنگ کشته شوم در کجا است جای من؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند جنت، جای تو بهشت است. جابر میگویند آن مرد در دستش یک چند خرمای داشت و گفت انها لحیات طویله، این حیات بسیار دراز است اگر من این خرماها را انتظار شوم برای خوردن. گفت و خرماهایی که در دست داشت آنها را پرتافت و به جنگ شتاب کرد و در همان جنگ شهید گشت. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت کرده‌اند. ببینید انگیزه صحابه ها چی بود، هدف آنها، مقصد آنها چی بود و جنت را، رضایت پروردگار را برای خود هدف گذاشته بودند. خطاب من برای جوانها است. امروزها شما از این طرف و از آن طرف و از اینستاگرام و از هر خیل نوارچه ها برای خود موتیواسیون نکاوید، جستجو نکنید. انگیزه ما و شما باید ایمان ما و شما و اراده قوی ما و شما باشد. هدف ما و شما رضایت الله سبحانه و تعالی و جنت جاودان او باشد. اکنون بیایید مختصرا سبب‌های شتاب نکردن انسان به کار خیر را گفته گذاریم و معالجه آن را. اولین سبب این ضعف اراده است. وقتی ایمان انسان ضعیف می شود، اراده انسان ضعیف می شود، انسان تنبل می شود. طبیعتا انسان به کار خیر شتاب نمی کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر صبح و هر بیگاه در دعایشان و پروردگار خود پناه می طلبیدند. می گفتند اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل، پروردگارا من با تو پناه میبرم از عاجزی و از تنبلی و از اراده ضعیفی من پناه میطلبم. میگفتند
سبب دیگر این است که اهمیت وقت را و اهمیت همون عملی که اجرا میکند درک نمیکند. باز یکی از سببهای مهم این از نقد کردن میترسند. انسان گاها میگوید اگر من همین کار را کنم شاید خطاگی میکنم و شاید همه مرا نقد میکنند. از این میترسد و از عمل خیر قفانشینی میکنند. اینچنین باز یکی از سببهای مهم، بسیار مهمی که انسان را به تنبلی میکشد، انسان را به عقب نشینی میکشد، این مشغول شدن با کارهای پست، مشغول شدن. انسان وقت با یک چیزی که برای او یگان فایده ندارد مشغول میشود، حتما دیگر به کارهای خیر وقت نمییابد. باز یکی از سببهای مهم، امروز اکثریت جوانها به عملهای خیر و به عملهای صالح به یک نگاه پست نگاه میکنند. وقتی میگویی برای چی تو سنت پیشین را نخوندی، میگن خیلی سنت است کو، فرض نیست کو. یا وقتی میگویی برای چی فلان کار را نکرده ایستاده برادر عزیز، میگن خیلی مستحب است، سنت است. یعنی قدر سنت به نظرشون اینقدر پست شده است که اهمیتی نمیدهند. خب بنده مؤمن چگونه این کار را معالجه کند؟ چگونه تنبلی را، چگونه عقب نشینی از عمل خیر را ما معالجه کنیم؟ اولینش این عزیمت خود را و اراده خود را باید قوی نماییم. بنده مؤمن همیشه عزیمت او، اراده او قوی است. چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی، مقصد از قوی، قوی اراده، قوی ایمان، محبوبتر و بهتر است در نزد الله از مؤمن ضعیف. ضعیف ارادگی صفت بنده مؤمن نیست. بنده مؤمن همیشه همه جهت قوی است. خب باز همچنین ما و شما همیشه باید به الله سبحانه و تعالی بسیار دعا کنیم. چنانه که دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم را گفتیم، انسان هر صبح و هر بیگاه اگر گوید که پروردگارا من پناه میطلبم از عاجزی، از ناتوانی، از ضعیفی، از عقب نشینی از عمل خیر، وقتی پناه میبرد دعا میکند، الله سبحانه و تعالی همیشه او را چیکار میکند؟ همراهش است و الله سبحانه و تعالی با او یک نیروی ایمانی میبخشد که همیشه به کار خیر شتاب میکند. خب باز یکی از عملهایی که انسان را به عمل صالح کردن وادار می نماید، این همیشه دوستی کردن با نفرهایی که عزیمت آنها قوی است. وقتی با انسانهای تنبل دوستی میکنی، مثل آنها تنبل میشوی. وقتی با انسانهای صاحب اراده و صاحب عزیمت دوستی میکنی، حتما به تو یک تأثیر نیک خواهند گذاشت. انسانی که میگوید که من از دوستانم تأثیر نمیگیرم، والله 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 دروغگو است. وقتی دوستی تو یک انسان تنبل، یک انسانی که هدفی یک انسانی که در این حیات هدفهای بزرگ ندارد، یک انسانی که همیشه تو را به کارهای پوچ دعوت میکنه، حتما تأثیر میرساند برای تو. و همچنین بنده مؤمن همیشه به یاد آخرت و به یاد مرگ، همیشه مرگ را به یادش آورده ایستاده نشتر کن. وقتی انسان از مرگ آگاهی پیدا میکند، وقتی انسان میبیند که امروزها جوانم مرده ایستاده است و کودکم مرده ایستاده است و چقدر بیماری های زیاد شده ایستاده است، صدمه های زیاد شده ایستاده است، جوان مرگی زیاد شده ایستاده است، ما و شما کی کفالت میدهد که امروز هستیم پگاه هم هستیم؟ کی کفالت میدهد؟ همیشه به یاد مرگ باشیم تا اینکه عمل صالح را زیاد کنیم، تا اینکه همیشه به عمل صالح شتاب کنیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را، اراده ما و شما و ایمان ما و شما را قوی گرداند و همیشه شتاب کننده به عمل خیر گرداند. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.